سکته دل و رگها، ذهن و درد، بوغون درد، میان درد و یک گروه گلدسته کلان دردها من از پا غلطانده بودم. من 3 سال بستری بودم. امیدم را حیات از زندگی کنده بودم. ولی که وقتی که فرزندان من خیماخیم را روان کردم، من گفتم اگه یک پایم در لب گور است، چیکار میکنید این داروی قیمت‌ها را فرستانده؟ التجا کردن که خیر مادر جان استفاده برید. من خیلی نظرناکی ناباورانه یک قطیچه معده‌اش را استفاده بردم. انا همین یک قطیچه معده مرا از جا برداشت و خودم خستم، جایم روان داشتم و من در حیرت موندم. چخیر من از کجا این قوه پیدا شد، این مدار پیدا شد؟ چخیر من به یاردم و به دستگیری یک کس یگان جا برآمده نمیتونستم. من جای خودم روان داشتم. من همان لحظه تا امروز 3 پچکه خیماخیم را استفاده بردم. اکنون اون دردهایی که در پاهای من، در فرایندهای من، در استخوانهای من بودم و یا گذشتم. پیشای من معتدل